یه کار خراب شده چی میشه آردی. ببینید مثلا این فرش نوه، این خط رو جا به جا زده، قهوه یا ارده جای سرمه، سرمه یا ارده جای قهوه. این باعث شده که اختلال ایجاد کنه اینجا، مثلا زشت نشون بده خودشو. اینو چینش میاریم بیرون، دوباره از نو درستش میکنیم، خط سجه خودش میبافیمش. البته این بافت ما مثل بافت فابریک نمیشه، اون بافتی که اوشونا میزنن خب تو این کلاف میشه، ما اینو فرش ماشینیه تا دیگه چاره نیه اینا. حالا مثلا قالی میان پشم و جا به جا میافن که مثلا سیر روشن میشه، یکی مثلا سفیده یکی زرده، اینو باید تشخیص بدیم که حالا مثلا این مشکلش چیه. اینو با مواد درستش میکنیم، با جوهر قند و مواد شیمیایی درستش میکنیم. من سال 70 بهمن 70 یک وارد این کار شدم. الان هم خود 404 30 سال 30 قبلا هم خب بافندگی شد تو خونه میبافتیم. کار تعمیرات اینا کیفیت بافت، طرح و نقش و رنگ، چون هنر دسته و آدم از هنر دست لذت میبره، یه چیز دوست داشتنیه. کار که شغله ولی احساس چیز دیگه یه. تونه اصلی فرشی که میخوای بکشید خب خیلی باید اصولی باشه. این کدوم بخششه؟ ریشه. فرش وقتی پاره بشه، تو کلیت فرش اگه پاره بشه، مثلا حاشیه یا متن فرش پاره بشه، خب این کار سختیه. باید پوتونشو بکشن، باز پوپولشو بکشن، تنظیمش کنن، نقشه رو ببافن. این کار خب نسبتا سخت تر از این کاره. حالا این خط خب اینا یا فرمولی که داره، اینا اگر یکم قلاب کج بزنی قاطی میکنه، میره داخل هم دیگه. خیلی با دقیق بافی که جای خودش در بیاد. ولی اون کارات خب نقشه رو در بیاری، تونه رو بکشی، پوتونه بکشی، پوپوله رو بکشی، درسش بیشتر. حتما حتما. این قسمت موقعی که روشه گرفتن اره خورده اینا که پشما باریک تر شده. این الان ما مجبوریم به جایی که اونا اره زدن با سر درفش خورده باریکش کنیم، ولی خط زخیم تر در میاد. اینم که من رو کارش رو تر گرفتم برای که بتونم این کار انجام بدم.
خودشون. ولی اگر یکی ذره قلاب نامیزون بزنن این خط میاد میره قاطی اینم میره قاطی این اصلا جدا نمیکنه. این که گفتم این خط بافتنش یه خورده دقت میخواد به خاطر اینکه قاطی میشه. این الان جدا شد. پشم قوی هم زخم بود خورده. اگه پشمش باریک‌تر بود ببینید سرمه الان نسبتا بهتر باشید. ولی پشم قویه چون زخیم تر بود. خطاب زخم میشه. دیگه تمام. ببینید الان این خط از اینجا صافتر از ایناش در اومد. اینا رو خدا قاطی تره. اصلا من خودم با بافنده سر کار دارم. درد دل میکنن، درکشون میکنن. بافنده شما مثلا 9 متر قالی رو میبینید، این آدم ها که مثلا ارزش برای این کار قائل نیستن. ما خوام بهشون بگم آقا من یه کاغذ میدم دست شما، یه خودکارم میدم شما، نقطه نقطه 9 متر رو پر کن، نقطه بذار، نقش هم در بیار بنا به 17 رنگ یا 12 رنگ یا 24 رنگ نقشه رو درست کن. شما رو کاغذ چه بشه آن که این بافت بیان کلاف کنن، چینه میاره پایین میره آخر، باز باد پتونشی بکشه، باز پپولشی بکوبه، چوب ببره بالا، چوب بیاره پایین، دانه عوض بشه. ولی کسی ارزش این کارو نمیفهمه. اینه که صنعت دستی ما که اول بودیم حالا به اینجا کشیده شده. یعنی من شخصا کارو با عشق انجام میدم. در هر کاری اگر عشق نباشه موفق نمیشه. من هیچ گونه آموزشی جایی ندیدم. بنا به نگاه کردن، فکر، ذهن، همه کاری رو یاد گرفتم. ولی در اصلش چون بافنده بودم و از متن این کار سر در می آوردم، این باعث شده که من یاد بگیرم اینا رو. خب دوستم می‌دارم، علاقه دارم به این کار. بحث درآمدیش هم هیچ درآمدی اگه بخوای رفوگر حساب کنید درآمدی نداره براش. این هنر و این زحمتی که به کل ستون فقراتش داره فشار میاد که او داره یا میبافه یا چیز میکنه، چشمش داره از دست میده. خیلی سخت رفوگری، سخت واقعا. ولی متاسفانه چون صنعت کار خراب شده در هیچ زمینش صرف نمیکنه و ارزش نداره از نظر درآمدی، چه بافنده چه رفوگریش. ببینید این حالت طبیعت داره، نقش و نگاره، ذهنیت طرف رو این مجسم کرده. هر چیزی که از دل بر دل نشیند. دلیلش اینه شما اگر تو طبیعت برید به خاطری که طبیعت زیباه جذب میشید. این فرش مثل طبیعت میمونه، جذبت میکنه.
چون طرفی هم که اینو بافته با جون دل بافته، با علاقه و عشق بافته، عشق نداشته باشه نقش یاد نمیگیره، بافت یاد نمیگیره، نمیتونه این کار انجام بده. اینه که صبر آدم بیشتر میشه. ولا از نظر قدرت بدنی خب یه کار سنگینیه برای جابجایی فرش، برای کار کردنش یا نشستی فشار رو ستون فقرات میاره، نمیشه رو چارپایه بشینی که بگی رو چارپایه میشینم، ذره رو میز، کار سنگینیه، سخته. الان این تونه یه فرشه، ما میگیم تونه، چیز میگن تاروپوت، این تونه فرشه، این زخیمه آبی رنگ این پوتون فرشه، این چسبیده بین اگه نگاه کنید این پوپوله فرشه، ببینید این پوپوله پود باریک، ببینید این پوپوله فرشه. فرش پاره موقعی که میخوایم درست کنیم اول باید این تونه رو بکشیم، بعد این تونه، بعد این پوتون رو باید بکشیم وصل کنیم از این قسمت. یا نقشه باشه که نگاه کنیم و نقشه رو ببینیم، یا اینکه باید رو قالی از پشت نگاه میکنیم اینو در میاریم، این قسمت رو نقشه‌شو میبافیم، بعداً ایناشو پر میکنیم و میبافیم که یک رنگه. سختیش که میگم سخته چون اگر اینو هم بریزه که تونه جای خودش نباشه یا پوتونه جای خودش نباشه به هیچ وجه نمیشه این نقشه رو در بیاری، مثلا قاطی میکنه. این آش آسونه، مثلا اینجا رو کارگیر گوشه رو جا گذاشته میزنیم با قیچی. امیر خواهم میخوای ببری؟ خلاص حالا بازیش کنم دیگه پانش ببینم قشنگ. خاکش نکش، اصلا خاک نکش، کثیف. چی امیر؟ نه خب پاره بچه. آره که خودش مثلا اینجا تونه پاره شده، ببینید اینجا این تونه پاره. اینم که اینجا درش میاریم که این برش خوب بود. باز بتونه پایینشم این هم یکی تونه بیشتر نبود. این برای که اینجا الان آزاد نباشه میم اینو میدیمش این بر. این حالا این تونه که کشیدیم دیگه آزاد نی جا بجاش. دو تا دونه چین میخواد که من الان برم بزنم.
بالا اونجا روشن نگاه کن اونجا. نه اینجا داره اینجا. اونجا دو تونه پاره بود. این پشت این فرش بینی چه تر به حالا بینی چه تر شد بینی وقت او بذار رو تخته تا شنبه که خوشه رو تخته خوشه بعدا هم دیاجی فرش تا نمیکنه اصلا تا نکنه این فرش لول کنید برید همونجا ببندید بره یا با در رو ثبت مغازه بیاره بکشه. بله تا مغازم با کشاچی مشکل نداره کج میشه مگه این نمیشه سوزن بکش تو دول بکشش تو گینه گم کنه نمیان طرف رفت از کدام خدمتون درآمدزانی اصلا ذهنیت نسل امروزی خیلی اقتصادی فکر میکنه. بله علی آقا سلام علیکم. خیلی اقتصادی فکر میکنم و توقعاتشون هم بالاه انتظارات بالا دارن یکی خب به خاطر این رسانه ها و تبلیغ های دروغ و راسته اینه که نمیان طرف این کار روزای اولش که میخوای شروع کنی خیلی سخته که بخوای در همه زمینه‌اش اگه بخوای پیشرفت کنی که رفوگری یاد بگیری دورنگی فرش بتونی درست کنی بافت بلد باشی سرنخ بلد باشی گره بلد باشی نواردوزیش بلد باشی چون وسیعه کار رفوگری خب یکی که بخواد بیاد وارد این کار بشه باید حداقل 3-4 سال دوره ببینه تا بتونه ماهر بشه اصلا درآمدزایی اصلا به هر حال اینه که الان من دارم اطرافی خودم هم دوره های خودم میبینم خب اینا همشون پیر شدم هیچ کدومم جوان نیومده فقط یکی آقای عباس آخوندی ایشون اومده تو کار بسیار بچه ماهر و درستیه ولی خب ایشون الان 50 سالشه ولی من الان جوان 20 ساله سراغ ندارم که طرف این کار بیاد یا 30 ساله آیندهش دیگه الله اعلم که چه بشه حالا شاید بر اثر نیاز باز تغییر تحولی بشه و بیان طرفش مجبور شه اون تولید کننده یا اون فروشنده مزد بیشتری بده چون کار وقتی نشد مجبورن فرق کار اینجا میشه بله یکی فرشی که از همکار آورد اینجا بسیار ریز بود فرش اینا مساله فرش رو کم آورده بودن زنگ زده بودم پیش اونی که مساله برشون تهیه کرده بود گفته بودن که آقا ما مساله کم آوردیم شما همون رنگی که به ما دادی همونو به ما بده این بنده خدا اومده و رفته بود یه خورده رنگایی که اضاف میاد جوشونده بود تو رنگ و یه رنگ جزئی درست کرد به هر حال سرتش هم برده بود فرش آوردن اینجا ما درست کنیم زمانی که فرش شستیم مثلا کرم فرش شد فیلی چرا؟ چون این حالت واکس بود واکس رفت رنگ اصل پایش فیلی بود دوغی فرش شد خاکی همه چی رفت رنگا این من هرگز ذهنم جدا نمیشه نمیتونم از این بعد طرف فرش درست کرد اومد دید گفت خوبه حالا این مثلا یه ذره دیگهش نمیشه بگیری گفتیم که حالا یکی کفشورم برام بکن فرش کفشور کردیم نابود شد خوشبختانه این بنده خدا خودش این کار انجام داده بود و الا شکایت میکرد خیلی سخت بود من ثابت کنم که آقا این رنگ خراب بوده ایشون گفت آقا من قبول دارم رنگ خراب بوده ما از اینجا غالی رنگ کم آوردیم طرفی که رنگ به ما داده اون خیانت کرده به این رنگ بعد تهیه کرده این تو ذهنم خارج نمیشه اگه کارمون تمیز میشه خیلی خوشحال میشه
اگه کار خدای نکرده بد بشه دیگه حس بدیه، مجبوری دوباره از نو شروع کنی، خیلی حس بدیه. ولی اگه خوب انجام بشه کار که خواب همه سعی میکنه خوب انجام بشه، حس خوبی داره. تو فکر هنرم، تو فکر اینم، تو فکر این کارم که خب چقدر زحمت کشیده، خیلی زحمت داره این کار بسیار کار زحمت داری. یعنی میگم شما فرض بگیرید نقطه گذاشته تا آخر این فرش، نقطه اومده 4 متر شده، 6 متر شده، 12 متر شده. تو ذهن اینم که چقدر زحمت کشیده بنده خدا.